سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خیلی خوشحالم. چرا؟ چون دارم به یه سفر یه روزه یا 2 روزه یزد میرم. گفتم که ولاگشو براتون بگیرم از چیدن ساکم تا تو مسیر با دوستام و خوشگذرونی و جایی که قراره بمونیم. اقامتگاه خیلی خوشگلیه. همونجا رو نشونتون میدم. هم تور اتاق داریم، همین که کلی جا قراره بریم که ببینین و اینکه مطمئنم که بهتون با من خوش میگذره. پس همراه من باشین. تازه اولشه. باش بهتون میبینمتون. برای یه روز خب خیلی زیاده طبیعتاً، ولی به خاطر اینکه ما هر دقیقه میخوایم یه چیزی بپوشیم به نظرم کافیه. بریم که بچینیمشون. امیدوارم جاش اینجا که درش نیست. اینه بخوش یه ساک دیگه کوچیکم میبرم که دیگه با خیال راحت بدونم همش با هم جا میشه. هودی و دورس که از واجباته. چرا؟ به خاطر اینکه خب هوادار سرد میشه و مطمئنم که اونجا ممکنه یخ بزنیم. این از اولیش. 2 تا جین. این شلوارم بپوشم تو مسیر چون که هم راحته هم خیلی خوشگله. میخوام با خودم ببرمش. حالا یا میبرم یا میپوشم. این بافت نازنازی که خب خیلی راحت میشه باش استایل کرد چون که من عاشق رنگ سرمه ایم. خب من این نازو دارمش دیگه. خب آماده کردن صبحونه با من بود. توست کره بادوم زمینی و موز. ساعت 5:45 فقط با یه بدو دیگه این هم از صبحونه. خب ساعت 6. کل ساکایی که به خودم میبرم یکی این و یکی این ساک دستیه که حالا چیزایی خوراکشو توش بخوریم ایشالله سبکتر بشه. با من همراه باشین تو راه سفر تا برسیم به یزد. بای بای. سپس به چپ بپیچید. خودت این مدرم شد. جای شیر تا نیاد تو زندگیم دیگه جز توی چشمی و برات گردونم یه روزی هر طوری شه. تو هم به جاش منو سپردی به خاطر هات نصف نیممون بعد حالمه این دوستش هدیه اون یکی هم نامزدم قصدمون جدیه. زنگ نزن دیر وقت خوابن خونن. زنگ زدی هیچی مادر خوبن بابا ولمون بریم دلمون کریخینا گرفتم یه سوپ بریم ما که سالیه بار بدیم یه تا دیر وقت خوابن خونن. زنگ زدی برو بریم. پگاه ببینم چی پوشیدی؟
چی پوشیدی؟ بریم که سرده. آره یزدا گرفتم. تو هنوز زوده که چیز کنی، یکم جلوتر. اینا فکر کنم اینا یزد. آره الان البیا وسط بلد داره بذار خب پگاه اینجا امیر چخماق یزده. خیلی خوب رسیدیم. هورا مرسی. پگاه قربان بودنت برم. خدایا خیلی قشنگه این کارگاه. مرا خیال تو بی خیال عالم کرد. قراره که اینجا کلی ماگ بسازیم. خیلی خوشگله. تو انار منی. الان چطوریه میاد؟ الان خوبه. دکمه مسافر خورده شده یه جوری از یک مه انگاری دکمه‌شو میزنن. خیلی گرفت منو. آره نزدیکتونم هم. آره نه من 18 ساعت راه تو میشه. اوه شما با هواپیما برده.
اتاق ما امیده. اینم از اتاق نازنازیمون. قربانه بودنت برم. خلاصه که زیباترینه. اینم از پنجرش. تو کوچه پس کوچه های یزد به سمت خانه هنر. الناز بیاین اینجا بیاین. سلام. ببخشید خانم شهر. کوچه قهر آشتی کجا میشه؟ نه این کوچه آشتاش قهر آشتی نیست. اینا علکیه. کوچه قهر آشی کوچه میگن که وقتی یکی آدم داره رد بشه اگه موتور بخواد بیادم بخوره گلش و هم تصادف بکنن. این کوچه الان ما شما دوتا رد بغلتونم موتور رد میشه. این کوچه آشی کنه اونی که قینا بگیره. الان ما مردم رو بکشن یا چرا داره تا؟ مثل طرف کجا؟ پارک کجا میشه بگید؟ نه این گودالیو که میره وای در خونه بغل سید پنهانو اون طرف کوچه رو بگیر. مرسی. از این پلا برین دست چپ. یکی از قشنگترین کافه های یزد خانه هنر که واقعا بی‌نظیره. اینطوری میریم بالا. با عمر تمام نشده بیا غروب یزد رو ببین. ببین چه خوشیه. از فضا و قشنگیش هر چقدر بگم کمه. خلاصه که بیاین ببینیم. شام میایم میخوایم بخوریم حالا اگه دوست داشتیم. پگاه
داری؟ نه چقدر خوشگله. الاس پگاه این فنجونا اینا فروشه 6 تاش چقدر میشه؟ الاس من خلاصه که این آقا همه بشناسینش خیلی گرون میفروشه ولی مغازه خیلی قشنگی داره. یزد اومدین خانه نقاشی ولی یه ذره هم تخفیف نمیده. یه ذره نهاش خب ببینیدش خانه آنتیک مهرو ببر من میخوام. مرسی ننوش جونه اینم بخورم. خیلی محبت دارین، بسیار مهربونی. کجا هستید ماشاءالله؟ از چه جامعه یزدیانی اینقدر اینجاها قشنگه که آدم هرچی بگه کمه. رو تو میدون یزد شاید چقدر خوشگله ولی خیلی قشنگه ولی متاسفانه بسته است. اما خب سلام.
خانه لارینا بچه ها اومدن اردو بفرمایید. آره راهبری کم از این برم. آره خوب تموم شد. اینم از سفر یزدم. امیدوارم که دوستش داشته باشین و کلی با من بهتون خوش گذشته باشه. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.